در یک قریه آرام میان کوههای بلند و درختهای کهنه چارمغز، بچه‌ای زندگی میکرد به نام سامی. سامی از همه چیز بیشتر عاشق قصه‌های پدرکلانش بود. هر شب پیش چراغ تیل می‌نشست و به صدای نرم و آرام او گوش می‌داد. پدرکلانش قصه‌های زیاد داشت. قصه مسافرها، کوه‌ها، آدم‌های مهربان و رازهای قدیمی. اما در میان تمام قصه‌ها یک قصه همیشه نیمه کاره می‌ماند. قصه درخت زمزمه‌گر. هر بار که سامی می‌پرسید، پدرکلانان، آخر قصه چی شد؟ پدرکلانان فقط لبخند می‌زد و می‌گفت: وقتی کلان شدی، خودت می‌فهمی. سامی هیچ وقت منظورش ره نمی‌فهمید. یک شب زمستانی که برف آرام آرام روی بام‌ها می‌نشست، پدرکلان سخت مریض شد. سامی پیش بسترش نشست و گفت: پدرکلان، اگر قصه ره خلاص نکنی، من هیچ وقت نمی‌فهمم درخت زمزمه‌گر چی بود. پدرکلان آهسته از جیب واسکتش یک کلید زنگ زده کشید بیرون و به دست سامی داد. پشت کوه شمالی یک کلبه کهنه است. این کلید دروازه او ره باز می‌کنه. اگر جرأت داشتی برو. باقی قصه آنجاست. صبح وقت سامی بخچه‌اش ره گرفت. یک تکه نان و کمی پنیر در بوجیش انداخت و راه افتاد. هوا سرد بود. باد روی برف‌ها صدا می‌کرد و راه سخت و دراز معلوم می‌شد. بعضی وقتها دلش می‌خواست پس برگرده، اما حرف پدرکلانش در گوشش می‌پیچید. بعضی جوابها ره فقط در راه پیدا می‌کنی. سامی روان ماند. وقتی به جنگل رسید، صدای ناله‌ای شنید. کمکم کو. دید یک روباهک سرخ میان شاخه‌های یخزده بند مانده. سامی لحظه ای ایستاد. اگر کمک میکرد وقتش ضایع میشد. اما دلش قبول نکرد که بی تفاوت تیر شوه. خم شد، شاخه ها را پس زد و روباه ره آزاد کرد. روباه پیش از رفتن یک نگاه آرام به او کرد. قسمی که گویا تشکری میکرد. سامی لبخند زد و باز راه افتاد. کمی بعد به دریایی رسید که پل چوبیش شکسته بود. یک پیرزن کنار آب ایستاده بود و یک سبد کلان در دست داشت. گفت: بچیم، من نمیتونم از اینجا تیف شوم. کمکم میکنی؟ سامی خسته بود. پایهایش یخ زده بود. اما باز هم قبول کرد. سنگ‌ها را یکی یکی در آب جور کرد تا پیرزن بتواند عبور کند. وقتی پیرزن تیر شد گفت: آدم مهربان دنیا ره بی صدا قشنگتر میکنه. این حرف در دل سامی ماند. نزدیک شام بالاخره کلبه ره پیدا کرد. یک خانه کوچک و کهنه میان برفها. کلید ره داخل غلاف چرخاند. دروازه آهسته باز شد. داخل کلبه تاریک بود. فقط یک چراغ خاموش و یک کتاب کلان روی میز دیده میشد. سامی چراغ ره روشن کرد و کتاب ره باز نمود. روی صفحه اول نوشته بود: قصه درخت زمزمه‌گر. سامی با شوق صفحه ها ره ورق زد. اما باقی صفحه ها سفید بود. متعجب شد. ای چطور قصه است؟ ناگهان صدایی از بیرون آمد. صدای باد میان شاخه ها. سامی بیرون رفت. زیر نور مهتاب یک درخت کلان ره دید که تا آن وقت متوجهش نشده بود. شاخه‌هایش مثل دست‌های بزرگ به آسمان رسیده بود. بعد صدای آرام شنید. قصه ره خودت خلاص کردی. سامی ترسید اما فرار نکرد. پرسید: من خو هیچ کار خاص نکردم. درخت گفت: تو در راهت مهربانی ره انتخاب کردی. با روباه کمک کردی. با پیرزن کمک کردی. راز قصه همین بود. سامی آرام زیر درخت نشست. درخت باز گفت: بیشتر مردم فکر میکنن قهرمان بودن یعنی زور داشتن. اما دنیا بیشتر به دل مهربان ضرورت داره. باد آرام میان شاخه ها تیر شد و برف نرم روی زمین نشست. آن وقت سامی فهمید چرا پدرکلانش آخر قصه ره نمی گفت. چون هر آدم باید خودش پایان قصه ره بسازه.
صبح روز بعد سامی به قریه پس آمد. وقتی داخل خانه شد، پدرکلان کنار کلکین نشسته بود و لبخند میزد. پرسید: خب بچیم، آخر قصه ره پیدا کردی؟ سامی نشست و گفت: بلی. قصه درباره درخت نبود، درباره آدم‌ها بود. پدرکلان خندید. حالا نوبت تو است که ای قصه ره برای دیگرها تعریف کنی. سالها تیر شد. سامی کلان شد. ریشش سفید شد و یک شب زمستانی کنار چراغ برای نواده‌هایش قصه می گفت. و درست وقتی بچه‌ها پرسیدن بعدش چی شد، سامی لبخند زد و گفت: وقتی آماده شدین خودتان می‌فهمین.